اومدیم فاز 11 پردیس، فازی که توسط ترکیه‌ای ساخته شده. با هم بریم بام پردیس، طبقه سوم، یه واحد جذاب. فاز 11 پردیس انقدر جمعیت اومده داخلش که خیابونش داره به ترافیک میخوره. این واحد تو بام پردیس قرار گرفته و همونطور که دیدین چشم‌انداز بی‌نظیری داره. یه واحد 86 متری با ابعاد سالن بسیار مناسب و نورپردازی عالی. سرویس بهداشتی مجاورت درب قرار گرفته و یه جاکفشی بزرگم روبروی درب داریم. یه آشپزخونه با دیزاین فوق‌العاده که از متریال درجه یکی هم استفاده کرده. این واحد موقعیت خیلی خوبیه برای استفاده شخصی، حتی برای سرمایه‌گذاری هم پیشنهاد میکنم. واحدهای فاز 11 یه انباری بزرگ داخل واحد قرار گرفته که بسیار کاربردیه. سرویس حمام و فرنگیش هم اون قسمت قرار گرفته، کاش سرامیکای خوبی داره و اتاق خواباش که چشم‌اندازش بی‌نظیره. ابعاد اتاق خوابام بسیار مناسبه. و اتاق خواب دوم که بالکنش هم باز به سمت چشم‌اندازه. من درش رو براتون باز کنم شما ببینید. واحد دارای 2 لاین